آقای دکتر بر اساس BMI عمل میکنین؟ بله. پس چرا از من بادی آنالیز گرفتین؟ خیلی نکته مهم و خوبیه. BMI یا شاخص توده بدنی یا بادی مس ایندکس از تقسیم وزن بر مجذور قد به دست میاد. یعنی هر کدوم از ما اگر وزن و قدمون رو توی فرمولی بذاریم BMI مون رو به ما نشون میده. و خیلی ساده بخوام بگم کسی که BMI بالای 30 داره چاق حساب میشه و در کل میتونه عمل جراحی چاقی انجام بده. ولی چرا بادی آنالیز میکنیم؟ چون راستش رو بخواید شاید BMI خیلی هم دقیق نباشه. یه مثال بزنم براتون. بله. هادی چوپان همه احتمالاً میشناسنش. هادی چوپان اگر BMI رو حساب کنیم بر اساس وزن و قدش BMI تقریبا نزدیک به 35 میشه که تو تعریف‌های ما چاقی درجه 2 حساب میشه. آیا به نظر هادی چوپان چاقه؟ نه. پس چیه؟ عضله است. همش عضله است. به خاطر همین بادی آنالیز میگیریم که در واقع مشخص بکنیم این وزنی که در فرمول BMI حساب میشه چقدرش عضله است و چقدرش چربی. چرا؟ چون کسی چاقه که چربی اضافی داره. بر این اساس ما باید یا جراح باید تصمیم گیری بکنه، نه صرفاً با یک عدد BMI. چون یک کسی مثل هادی چوپان بر اساس BMI در تعریف BMI آدم چاق حساب میشه ولی طبق بادی آنالیز اصلا آدم چاق نیست چون همش عضله است. مرسی آقای دکتر. سلامت باشید.